رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، امروز درباره تأثیر گناه به انسان روزدار. آیا گناهی که روزدار میکند چی تأثیر میبخشد برای روزش؟ الله عز و جل شخصی که میفرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای آنانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، فرض شد برای شما روزه. ای برای شما روزه فرض شد. چه خیلی که فرض شده بود یا که نوشته شده بود برای کی؟ برای امتانی پیش از شما. لعلکم تتقون. در آخر میگه که باید شما چی؟ باید از خدا بترسید، پرهیزکاری کنید. یعنی که روزه را الله، یعنی که مقصد و غایه الله که برای ما فرض کرده است روزه را این چی است؟ این که ما از خدا باید بترسیم، بیم داشته باشیم، پرهیزکاری کنیم. بیم از خدا. معنای بیم از خدا چرا معنا دارد؟ معنایی که ما باید امرهای او را که امر کرده است، فرمانهای او را بجا بیاریم و ترک کنیم آنچه که الله عز و جل برای ما حرام کرده است. پس کسی که از الله نترسید، معنایی که ترک نکرد چیزی که الله حرام کرده است و امر الله انجام نداد در روزش، پس از روزش او یگان چیز بهره نبرده است. یعنی از روزش او هیچ اجری گرفتگی نیست. برای همین واجب است برای روزدار که پاک کند روزه خود را از آن چیزی که ضربه میزند یا که رخنه میزند بر روزه او، آن چیزهایی که روزه او را، یعنی اجر او را برهم میدهد، بعد روزه خود را نگاه دارد. برای همین انسان باید زبانش نگاه دارد، باید گپای زیادی نزند، باید نظر حرام نکند، باید سخنی بلند بالا نزند، سخنی جاهلانه نزند. هرگز باید بدی را به بدی نگرداند، ولی بدی را به نیکی در مقابلش نیکی کند. بدی را خیلی که بعضی از گذشتگان ما، از صحابگان ما و از گذشتگان ما میگویند: این الصیام المقبول ما صامت فيه الجوارح من المعاصی. میگویند که روزه‌ای که در نزد الله پسندیده است کدام روزه است؟ اون روزه‌ای که انسان بدنش از گناهان روزه میگیرد، با همراهی مع بطن والفرج عن الشهوه، با همراهی شکمش و شرمگاهش از چی؟ از شهوت. یعنی که هم بدنش کاملا از گناه و زبانش و همه چیزی که دستانش، پایهایش از گناه روزه میگیرند، همه خیلی دیگر چی؟ شکمش و شرمگاهش روزه میگیرند از شهوت. برای همین برای ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بسیار حدیثا آگاه داده است. خیلی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: قال الله عز و جل میفرماید: کل عمل ابن آدم له الا الصوم. هر یک عمل انسان، عمل فرزند آدم برای اوست. عملی که انسان فرزند آدم انجام میدهد برای اوست مگر روزه. الا الصوم، مگر روزه. فانه لی و انا اجزی به. پس هر آینه میگه روزه برای من است، برای روزه و فقط من میدانم. در بین مردم نمایان نیست که او روزدار است. روزه و من میدانم، برای من است روزه و انا اجزی به. پس پاداش او را من میدهم. ای وقتی پاداش الله که داد، الله عز و جل هرگز پاداشی بد نمیدهد. همه وقت الله عز و جل چند بارها برای او پاداش زیادی میدهد. و صیام جنه. پیغمبر میگه صیام جنه است. صیام، روزه چی است؟ روزه سپری است. سپر از چی است؟ سپر از که انسان در گناهان واقع نشود، در دنیا در گناه ها واقع نشود، پرهیز کند، پرهیزکاری است. باز صیام سپر است از چی؟ از درآمدن انسان از درآمدن دوزخ. صیام برای او سپر است، صیام او را من میکند. فاذا كان يوم صوم احدكم، هر آینه وقتی که روزه شما بود، یعنی که روزه یکی از شما بود، یعنی یکی از شما که روزدار باشد، در حال فلا يرفث، پس نه همخوابگی کند با زنش و نه نظری کند به حرام و نه بوسه کند، خاصه از نظر به زنی بیگانه و چه حرام دست کشد. ولا یفسق، و از حد نگذرد، یعنی در معصیت واقع نشود. ولا یسخب، و با آوازی بلند یا که داد و فیغان نزند، آواز بلند نکند با سخنهای بیهوده و پوچ. فإن سابه احد او قاتله، هر آینه کسی که او را دشنام داد یا که با او جنگ کرد، فلیقل انی صائم، پس بگوید که من روزدار هستم.
باز در دیگر حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که و من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه و شرابه. حدیث در بخاری است. میفرماید که کسی که ترک نمیکند قول زور، ای قول باطله، قول زور، قول باطله و العمل به، و عمل به قول زور و عمل به قول باطل عمل نمیکند، در وقت روزداریش ترک نمیکند، قول زور همه در بر میگیرد، هم دشنام و هم شهادت زور و دروغگویی را همه در بر میگیرد. فلیس لله حاجه، پس الله به اون عبادت او احتیاج نیاز ندارد. الله به اون عبادت او احتیاج ندارد که در اون حالتی که چی وای فقط انه که طعام شه خوراک را ترک کند یا که نوشیدن ترک کند. پس انسان وقتی که باید ترک کرد همه را باید ترک کند، هم خوراک را، هم نوشاک را، هم گناه ها را ترک کند. زبان نگاه دارد، دست نگاه دارد، پای نگاه دارد از کردن یا که زدن از به حرام. باز در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، شاید روزدار نیست برای او از روزه اش مگر گرسنگی. یعنی شاید که وی از آنچه که الله حرام کرده است از او دست نکشد، از دشنام و از دروغ و از نظر کردن و از دیگر چیزها که او دست نکشد و همه چیزهایی که الله حرام کرده است اون را بجا بیارد با در حالی که روزدار باشد. پس روزه او یعنی هیچ فایده نیست، هیچ بهره نمیبرد، از روزهش هیچ اجری نمیگیرد مگر چی؟ مگر گرسنگی. حدیث در امام نسائی و ابن ماجه از ابی هریره روایت شده است و رواه احمد و حاکم و بیهقی به لفظ دیگرش و رب صائم حظه من صيامه جوع والعطش، شاید که روزدار نصیبش از روزه چی است؟ گرسنگی و تشنگی، دیگر اجری نگیرد. و همین طور صحابگان و گذشتگان ما خیلی حرصمند بودند، خیلی خود را نگاه می داشتند در هنگامی که روزه بدن. برای چی؟ برای که روزه آنها چی باشد؟ پاک کننده نفس هاشو باشند، پاک کننده بدن هاشو باشند. از چی؟ از گناه و از معصیت. خیلی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگوید لیس الصيام من الشراب والطعام وحده. عمر رضی الله عنه میگوید که روزه نه فقط از چی است؟ از انسان از خود را منع کردن از نوشیدن و از خوردن تنها، ولکنه من الكذب والباطل واللغو. ولی روزه داشتن خود چرا؟ داشتن خود از دروغ، از باطل و از سخن پوچ و بیهوده. و چخیلی که جابر ابن عبدالله الانصاری میفرماید اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، اگر روزه گرفتی پس روزه بگیرد شنوایی تو، بینایی تو، ای چشم تو روزه گیرد، گوشان تو روزه گیرد، و زبان و لسانک من الكذب عن الكذب، و زبان تو از دروغگویی روزه گیرد، و المأثم و از چی؟ از گناه. و دع اذى الخادم و خادم خود را اذیت نده، وليكن عليك وقار و سکینة یوم صومک. پس روزی که تو روزدار هستی باید تو چی باشی؟ انسانی آرام باشی، انسانی با احترام باشی، با شکوه باشی. ولا تجعل یوم فطرک و یوم صومک سواء. میگه روزی که تو روزدار نیستی و روزی که روزدار هستی آنها باید برابر نباشند. و روى طلیق ابن قیس عن ابی ذر، طلیق ابن قیس از ابی ذر روایت می‌کند قال اذا صمت فتحفظ ما استطعت. اگر وقتی که روزه گرفتی پس محافظت کن، رعایه کن چه قدری که میتوانی. و کان الطلیق اذا کان یوم صیامه، طلیق ابن قیس وقتی که روزه دار که بد دخل فلم یخرج الا الى الصلاه، وقتی که روزه که بد از خانه نمی برآمد مگر فقط برای نماز. و کان ابو هریره و اصحابه اذا صاموا جلسوا في المسجد، ابو هریره و دوستان ابو هریره صحابگان دیگر وقتی روزه می گرفتند در مسجد می نشستند و قالوا نطهر صيامنا، پاک میکنیم روزه های خود را از چی؟ از گناه. و از حفصه بنت سیرین، از حفصه بنت دختر سیرین از تابعینا قالت الصيام جنه، گفت که صیام سپری هست ما لم یخرقها صاحبها و خرقها الغیبه. میگه که صیام سپری هست بین انسان روزدار و بین گناهان تا آنی که صاحبش او را چی؟ سوراخ نکند سپره. و سوراخ کردن سپر این چی است؟ سوراخ کردن سپر این غیبت است. انسان که غیبت کرد اون سپری که بین او بین گناهان است او سوراخ می شود. و از ابراهیم النخعی قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. ابراهیم النخعی میگفت که رحمت الله علیه میگفتند که كانوا يقولون، میگفتند یعنی که تابعینا میگفتند الكذب يفطر الصائم، دروغ روزه را میشکند. و از میمون ابن مهران روایت است که ان اهون الصوم ترک الطعام والشراب. میمون ابن مهران چی میگفت؟ سبکترین روزه این
ترک کردن خوردن و نوشیدن است. برای همین بعضی از گذشتگان ما میگفتند که گناه روزه را میشکند. کسی که مرتکب گناه شد با زبانش سخن حرام گفت، یا که غیبت کرد، یا که سخنچینی کرد، یا دروغ گفت، یا که گوش داد به چی؟ با گوشاش به چیزی حرام، به چیزی فحشا، به چیزی باطل، یا که نظری کرد به حرام، مثل به عورت یک کس، به زیبایی زنک‌های بیگانه به شهوت نگاه کرد، یا که به دستش یگان کس اذیت داد، حیوان زد به یگان حق، یا که چیز را گرفت که برای او حلال نیست، یا که به پایش گناهی کرد، حرامه، به معصیت رفت، به پایش گناه کرد و معصیت رفت. و دیگران میگفتن که از نمودهای گناه میگفتن که چی؟ روزه را میشکند. پس میگه زبان میگه روزه را میشکند، گوش روزه را میشکند، چشم روزه را میشکند، دست روزه را میشکند، پای روزه را میشکند، خیلی که شکم روزه را میشکند و شرمگاه روزه را میشکند. همین سخنان را میزدند. بعضی از گذشتگان همین سخنان را میگفتند، ولی جمهور عالمان میگوید که معصیت یعنی گناهان روزه را باطل و فاسد نمیشکند، ولی روزه را چی؟ از اجر روزه کم میکند. یعنی که انسان شاید که گناهایی کند، بعد گناهها فرقیت دارن از هم دیگر. شاید گناهی کند که روزش اجرش کم کند، شاید گناهی کند که اجر تماما نگیرد به سبب گناهاش از روزه، مگر برای او چی است؟ گفتیم گرسنگی یا که تشنگی. و چخیلی که امام احمد رحمت الله علیه میگوید که گناهها روزه را نمیشکند، مثل خوردن نوشیدن، ولی اجر او را، پاداش او را، ثواب او را ضایع میکند، اجرش میبرد، اجرش نیست میکند. برای همین انسان باید چی؟ باید از گناه دور ایستد، باید چی قدری که میتواند از گناه دور بیستد و به ذکر و به قرآن خوانی و به نماز مشغول شود در رمضان. امام ابوبکر ابن العربی در شرح همین حدیثی که گفتیم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که ترک نمیکند قول زور، قول باطل و عمل کردن به قول زور، به قول باطل، پس هیچ نیازی نیست برای الله که او برای الله ترک کند. چیشه؟ برای الله ترک کند خوردن و نوشیدن شه. در همین حدیث میگوید که ان من فعل ما ذکر لا یثاب علی صیامه. کسی که همین کارهایی در همین حدیث آمده است و انجام میدهد و گناه میکند و قول زور باطل میگوید، پس اجر نمیگیرد برای روزش. و معناه ان ثواب الصيام لا يقوم في الموازنه بالاثم الزور كما ذكر معه. خلاصه ثواب روزه را نمیگیرد، روزش ثوابش کم میشود. برای همین کسی که آلوده میکند روزه خود را با گناه کردن، یا با گوشش باشد، یا با چشمش باشد، یا با زبانش باشد، یا با بدنش باشد، هر آینه بدن خود را پاک نکرد، فرصتی برای پاک کردن بدنش از دست داد و سزاوار مغفرت و سزاوار وعده الله نیست. شاید که احتمال دارد که او را دعای جبرئیل علیه السلام برسد، وقتی که میگوید و دعای جبرئیل دعا که میکند و امن علیه نبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر آمین میگفت، جبرئیل دعا میکرد و پیغمبر آمین میگفت. گفت که و من ادرک رمضان، جبرئیل میگفت که و من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده الله. کسی که ماه شریف رمضان را دریافت کرد و گناههای او بخشیده نشدند، پس الله او را دور سازد، پیغمبر آمین میگفت. برای همین کسی که رمضان برای او رسید، پس تلاش و کوشش خود را دریغ ندارد که چی کند که الله بخشد او را. کسی را که الله در این ماه نبخشید و کوشش تلاش نکرد، پس او محروم است. در حقیقت این حدیث که روایت کرده است ابن ماجه در صحیحش از حسن ابن مالک ابن حویرث از پدرش از بابیش و ثابت شده است از ابی هریره و دیگر صحابگان. برای همین انسان باید کوشش کند که همین که ماه روزه گیرد و روزه را همه وقت باید برای چی کند؟ برای الله خالص کند. و دیگر حدیث پیغمبر از ابی هریره میفرماید که من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقضي عنه صيام دهر و ان صامه. ذکره البخاری تعلیقا. امام بخاری تعلیقش کرده است. امام بخاری پیغمبر صلی الله علیه و میگوید که من افطر یوما، کسی که یک روز در رمضان به غیر عذر، به یگان عذر روزه را میشکند، به یگان بیماری و به یگان عذر، اگر یک سال اگر قضایی گیرد، یک سال برای یک روز اگر قضایی گیرد، میگه برابری چی؟ برابری یک روز رمضان برابر نمیشود. اگر که یک سال پر روزه گیرد بجای یک چی؟ قضایی گیرد بجای یک روز رمضان، بین اجر چه خیلی بزرگ است. برای انسان باید چی؟ انسان باید توبه کند و تلاش کند در ماه رمضان که چی؟ الله گناهاش بخشد، که این رمضان ماه مغفرت است، ماه رحمت است،
ماهی که الله عز و جل یعنی که دروازه های بیشت باز هستند. انسان باید کوشش کند که بیشت درآید و از همون نفران شود که الله آنها را در همین ماه رمضان از آتش دوزخ رها کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.